خشونت‌ها در سرحد یک سال پیش شروع شد و حالا دهاتی واقع در خط سرحد لبنان خرابزار را میمانند. بسیاری ها با خانواده هایشان فرار کردند. محله کفرسیر ولایت نباتیه در جنوب لبنان 500 عائله فراری را پناه داده است. عائله فاطمه رمال یکی از آنهاست. در این بی‌بندوباری ها هر زمان آماده است به جای دیگر بکوچد. فبسبب الحرب اضطرينا ننزح. در اول وقت اینجا آمدیم آرام بودیم که بزودی شاید در 1 یا 2 ماه برمیگردیم، ولی در این 12 ماه که اینجا هستیم بسیار سخت میگذرد. خانه را بسیار یاد کردیم، میخواهیم زودتر برگردیم. ما قدرنا ندفع بدل نقل نجيب لهم قرطاسيه كتب. حکومت لبنان اکثر مکتب‌ها را به مرکز قبول پناهندگان تبدیل داده است و برای عائله محمود موسی مکتب در شهر جنوبی سور پناهگاه شده است. حمله موشکی اسرائیل خانه آنها را در دهه ایترون خراب کرد. او تا رفت بیشتر ناامید می شود. و ما حکومت با غذا یاری می کند ولی کمک مالی نیست. گویا ما را نادیده می گیرند. سال 2006 حضور حکومت بیشتر به چشم می رسید. بحران بشری وضع حکومت لبنان را باز هم بدتر کرد چون از سال 2020 آن ورشکسته شد. کمک بین المللی هم خیلی کم است. در 1 سال گذشته 7000 عائله به قید گرفته شده فقط 4 دفعه قوطی غذا و مواد گیگینی گرفتند. این یاری ها باید هر ماه داده شوند. نزاعی که 1 سال پیش سر زد تا حال ادامه دارد و خطری تبدیل شدن به جنگی وسیع مقیاس در خاک لبنان هم به وجود آمده است. سرنوشت پناهجویان مثل فاطمه و مرتضی بیشتر رقتبار می شود.